مناطق مختلف پاکستان نمادی از همدلی مردم این کشور با ملت ایران. پیامی روشن که از جای جای پاکستان به گوش جهان میرسد. اسکردو، یکی از مناطق شمالی پاکستان، صحنه یکی از گسترده ترین تجمعات مردمی در بزرگداشت امام شهید امت بود. آیینی که با حضور پرشمار اقشار مختلف مردم و چهره‌های مذهبی و سیاسی جلوه‌ای کم نظیر از همبستگی و واکنش افکار عمومی به تحولات منطقه را به نمایش گذاشته است. خیابان‌ها مملو و از جمعیتی است که از مناطق دور و نزدیک گرد هم آمدند تا با ادای احترام به این رهبر شهید جهان اسلام پیام وحدت و ایستادگی خود را به نمایش بگذارند. این حضور گسترده مردم نشان می‌دهد مسیر مقاومت و بیداری اسلامی با شهادت رهبران متوقف نخواهد شد و ملت‌ها همچنان در برابر ظلم ایستادند. شرکت کنندگان با در دست داشتن تصاویر و پلاکاردها ضمن تجدید میثاق با آرمان‌های مقاومت، سیاست قدرت‌های سلطه‌گر را به چالش کشیدند. ما امروز اینجا جمع شدیم تا بگیم که ملت‌های مسلمان در کنار یکدیگر هستند و اجازه نمیدن دشمنان منطقه رو به سمت ناامنی بیشتر سوق بدن. در این اجتماع شخصیت‌های برجسته با اشاره به تحولات اخیر منطقه حملات علیه ایران را نقض صریح قوانین بین‌المللی توصیف کرده و نسبت به پیامدهای آن برای ثبات و امنیت جهانی هشدار دادند. این مراسم فقط یک یادبود نیست، بلکه پیامی است به جهان که یاد رهبر انقلاب هرگز از قلب‌های ما محو نخواهد شد و ما تحولات منطقه را با دقت دنبال می‌کنیم و از آرمان‌های خود عقب نشینی نخواهیم کرد. شرکت کنندگان با تأکید بر عمق روابط ایران و پاکستان این پیوند را برخواسته از اشتراکات عمیق دینی، فرهنگی و تاریخی دانستند. روابطی که در شرایط حساس کنونی بیش از پیش اهمیت یافته است. اسکردو نمادی از همدلی با ملت ایران و بازتابی از حساسیت فزاینده افکار عمومی پاکستان است نسبت به مقام مرجعیت و ولایت. پیامی روشن که از شمال پاکستان و فراتر از مرزها به گوش جهان میرسد. مجید هاشمی، خبرگزاری صدا و سیما، اسلام آباد.